این راسته آهنگران استراوشن را به هم آورده است و آنها این کسب را از چند پشت باباهای خود به میراث گرفتند. در راسته آهنگران حدود 20 دکان باز است و اینجا از صبح تا شام در روبروی کوره تفسان پتک بر آهن میزنند. هنرمند حبیب خدا همین جمعه دستتون جمعه در ندون کسی مهم میشه میبرد. بابا جان نعمتوف از سلاله آهنگران است. او این کسب را در همین جا در خردسالی از پدرش یاد گرفته است. در عصر 21 او و دیگر همکسبانش را حفظ هنر بابایی و از دست ندادن جای کارشان انگیزه می‌دهد. او را تپه نامش راستی آهنگری که نامش برآمده. من وقتی من بچه بودم من اینجا چند تا دکان من اکم میدونم چند تا دکان بود. من همش برفتم استاد. چرا؟ شرایط مهیا کردن نمیتونم. آهنگران این راسته سبوکی و امتیازهایی را که حکومت تاجیکستان 3 سال پیش به خاطر رشد هنرهای خلقی اعلان کرده بود هنوز دریافت نکردند. آنها میگویند که مقامات مثل پیشتر از آنها پول پتنت و اجاره و اندازها میگیرند. وای کننگه من خود جناب گفتن تو انتظار که هنرهای مردمی رشد بودن آنالوگ انداز آزاد کرده شدن. اومد تیمزار سهمیه سیومه کرده. من کردم آنالوگ آزاد گفتیم که نه وای آدمی که خونه رو میکنه 3 سال وای آنالوگ آزاد بود. این کار من نالوگش میگیرن. روز خونه به 3 سال کنیم هیچ کی نمیگرد کنه. مسئولان بخش فرهنگ شهر استراوشن میگویند نابرابری هنرمندان برای دسترسی به امتیازها به آنها معلوم نیست، زیرا در این منطقه هنرمندان زیادند ولی یگان نفری آنها برای حل این مشکل مراجعت نکرده است. هنرمندا که ما همکاری داریم لیکن جهت مثلا اگر ما مراجعت کنم برای حل مسئلهشون ما کوشش میکنیم لیکن به رئیس عریضهشون باید وارد شود. بعد در اساس مراجعت شخصان واقعی و موقع بعد نتیجه گیری میشه. ما باز میریم از این جهت هایم با پرسون میشیم. ولی هنرمندان راسته آهنگران استراوشن میگویند قبلا آنها بارها به حکومت شهر عرض کرده بودند، اما شاید مقامات نوی حکومت و بخش فرهنگ که چند ماه پیش سر کار آمدند از درد آنها خبر نداشته باشند. از انداز و خراجات رسمی آزاد نشدن هنرمندان در حالی است که رقابت در بازار امروزه سخت است. مثلا یک کارد خوبی دستی ساخت از 40 تا 400 سامانی نرخ دارد، اما در همین بازار کارد تولید چین ارزان تر است. کاردای خطای یک چند زده میفسوند و زواد بیام خطای دولتی هم ما علاقه سرخکر پچک میکنیم این شهرتا میخورد زیچیش بخواد میشه پولاکن اول به نفهمیده و ارزان بوده همه خیال بگذاشت حاضر اگه روشه با خیلی که پیشتر باییم با همه انی خدا میگذاشت حتی انی خطای گلده که یک سیستم به توری نمیبیاد انی اینا یک 3 سیستم به توری میبیاد. حکومت تاجیکستان سالهای 2018-2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کرد و هنرمندان نیز این تشبث را به خاطر احیای کسب و هنرهای خلقی پسندیدند. اما آهنگران استراوشن میگویند از این امتیازها محروم کردن آنها با بهانه نه در خانه شخصی کار کردنشان درست نیست و شاید آنها به سبوکی‌های دولتی نیاز بیشتر دارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استراوشن.